سلام دوستان، چطوری؟ من لستر هستم. خیلی خوشحالم به چنل حاجی لستر داداشتونم یعنی برش. خب خیلی خوشحالم این ویدیو جدید. آقا بی مدلی بریم سراغ ویدیو. بچه اومدیم با بازی آلمان و کرواسی. برنده این بازی میره با تیم آرژانتین. بازندش میره با تیم فرانسه. بین این 4 تا تیم خب 2 تا تیم جون سالم بدن و دوباره با هم دیگه برخورد بکنه. یعنی تیم بازنده مثلا حالا حواستون به بازی حالا حواستون به بازی. مثلا شما تیم آلمانی میبازید میافتید با تیم فرانسه که باخته. بعد بین فرانسه و آلمان مثلا فرانسه میبره دوباره میاد با تیمی که مثلا کرواسی و آرژانتین بازی دارن، مثلا کرواسی میبره دوباره فرانسه میاد با کرواسی بازی. فهمیدید؟ بعد بازی میکنه. بعد برنده اونا میفته با پرتغال. که چرا پرتغال؟ نمیدونم با پرتغال میفته و بعد برنده با پرتغال میفته با چه تیمی؟ میفته با انگلیس. بعد از اون با انگلیس که بازی کردن تمام لیگ مشخص میشه چه تیمی اصلا بیشتر امتیاز داشته. همین، یعنی همین فقط لیگ مشخص شده چه تیم اصلا بیشتر امتیاز داشته، اون قهرمان اون سال میشه. بعد حالا بعد از این بچه میریم چی جام جهانی داریم. بچه جام جهانی هم یادتون باشه حتما این ویدیو رو واسه دوستان بفرستید که بازدید این ویدیو به 10 تا برسه سریعا. بچه سریعا من براتون مطمئنم بچه لایک میکنید ویدیو رو نگاه میکنید. حالا که لایک کنید چیزی نیست، یه لایک کوچیکه لایک کنید، دست به دوستان نشون بدید چنلمو من با خبر شدن از این ویدیو گیمینگ اگه دوست دارن که بچه قرار جام جهانی بریم. خیلی کیفیه جام جهانی و اینکه قرار بوده دو دسته باشه. یعنی مثلا من با پدرم و من با برادرم قرار بریم جام جهانی بازی کنیم و بترکونیم. خب حواستون به بازی باشه. بازی پرد شد. خب قرار تیم ایران هم برداریم بریم بترکونیم. حالت سخت میذارم. اوکی توپو بده من داشت توپو بده من بده من. خب 2 تا گل زدیم. اینو یادم میگم 2 تا گل زدیم. بده من گل من اذیت کنید بادمان در که دلش دنگ میده زیاد من سیتو بزنیم. خب من الان اینجا یارم میبر نکن پاسینه به این طرف میارم اینجا یه پاور شوت میزنم و به تیر دروازه‌بانی که هست میزنم کجا میره واقعا دروازه‌بان. خب ولی سیدو بزنیم بادمان اگه کلشن میزنیم ولی سیدو بزنیم من ازیت بکنی بادمان. اوکی گولو بزنیم تمامش کنیم بچه. این بار تموم شد به خوبی و خوشی گذشت. بریم سراغ نیمه دوم بازی. لیتس گو. شروع شد. خب اینجا حرکت رو بزنیم. نمیتونم یه حرکت جالب بشه. خیلی وقت باشه یه حرکت رو داخل فوتبال میزنم. میخوام الان حالا میبینید جلوتا بهتون نشون میدم. بعد این سمت گوشه دروازه تو فوتبال خیابونیه بچه میشن تو فوتبال عادی سخت حالا هم توپای بکنید آموزش مگه میخواد براتون میذارم. اوکی بریم این طرف. بذار اگه بشه الان پاس بدم بره جلو بازی کنم. عالی پاس فقط باید برم اون بر بذارید پاورشوت بزنم. ای نشد بزنم پاورشوت بزنم اینم گل میخور دروازه من راه دور که دیدم نمیخور گل نخوریم. ماشاءالله دروازه‌بان تیمو بیروندیه ولی کار همه رو سخت کردی. نه گل خوردیم. گفتم گل خورد. اشکال نداره یه گل اینه که ما 2 تا گل جلویم. بله یه گل دیگه میزنم. خب یه دونه روح دور بزنم همون یکی بزن حال کردی. خدا وکیلی
گلت بزنی گل منو اذیت نکنی. اوکی از بازی دور شده کلا. خب وایسا بذار بنازم واسه این گوشه. برو ای نشد بیافتم اون بر حواسم نبود بس اومدم این دیری بزنم اومدم این بر. اوکی تو بازات میگیرم. تو با بد عجب کنه تو با بد نمی کنه حالا. اوکی بنازم لایی تو جمع کن داداش بده 6. ای وای خطا شد دیگه. دای خطا کردی دای پاور شد. واسه بذار اینجا بزنم. ای نشد واسه یه بار دیگه دمتم گرد. اینجا میارم اینجا یه پله یه برگردون گلو دارم بنازم. چه گلی زدم بچه ها. بده 6 بکن. چه گل خفنی شد. بهترین گل شد. بله اوکی برو بالاتر از حد بدون که با تیم برو خود برسید. خب واسه بیزه بودی کس کنم حرکت هم میشه انجام. عیب نشد بگو اونوری میگم برو دایی میخواستم این حرکت رو بزنن. جدیدن تو فیفا مطلق اگه دیده باشید خیلی اگه فیفا باز باشید میدید من چه حرکتی میخواستم بزنم. اوجی میاره با پشت باش میاره بالا. فقط این بازی کنن میتونه انجام داخل فیفا. با پشت باش میاره بالا بعد با پشت باش میاره بالا بعد اینجا با پشت باره میزنه تو توق دروازه تو برمیگرده. همون لازم باید دوگاه برگردون که میدنی نگرد رو برگردون بزنی و مثل سوباس اوزار برگردون. واقعا فیفا بچه ها خیلی جزئیات زیادی داره تو دریبلاش. حالا گل اگه بزنن هم بازم میگه تمام است. گلم بازم تمام 6 ثانیه بازی می‌مونه. دایی بزن پاور شدو بچه ها تمام شد بچه ها. خب رسیدیم به پایان ویدیو. مرسی که ویدیو رو کردید تا ویدیو بعد. خدافظ.